Prezidenti Cumhuriyet Tojikiston asosguzori sulh و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان محترم گنرال ها، افسران و سربازان و سابقه داران قواهای مسلح، همه شما را با افتخار 29 سالگرد تأسیس یابی قواهای مسلح تاجیکستان صاحب استقلال صمیمانه تبریک میگویم. با تمام خدمتچان حربی که قریب 30 سال حمایه استقلال و آزادی کشور، حفظ مرز و بوم وطن و امنیت دولت و جامعه را همچون سپری با اعتماد تأمین کرده ایستادند، پیش از همه سلامتی و در فعالیت دشوار و پرشرفشان برای کامیابی ها آرزو می نمایم. قواهای مسلح تاجیکستان صاحب استقلال در شرایط نهایت مرکب و حساس سیاسی و نظامی و اقتصادی و اجتماعی تاریخ مردم تاجیک و دولت تاجیکان تأسیس داده شد. زیرا تأسیس ارتش ملی همچون یکی از رکنهای مهمترین دولتداری ملی ضرورت شدید روز و تقاضای مبرم آن ایام بسا وزین و تقدیرساز بود. با وجود همه نارسایی و مشکلات آن ایام، 23 فوریه سال 1993 اولین پرد حربی ارتش ملی دایر گردید و افسران و سربازان صادق وطن در این چهاربینی با افتخار احساس بلندی وطن دوستی اشتراک نمودند. حکومت مملکت
از روزهای نخستین تشکیلیابی قوای مسلح تمام امکانیت‌ها را به حل مسائل بنیاد اینفراساختار، تأسیس جزء و تام‌های مخصوص گردانیده شده، تأمینات آنها با تکنیک و تجهیزات و فراهم آوردن شرایط ضروری خدمت و زندگی برای هیئت شخصی سفربر نمود. هیئت شخصی قواهای مسلح در سالهای دشوار مخالفت داخلی و جنگ تحمیلی شهروندی، قرض فرزندی و وظیفه خدمتی خود را با صداقت به خلق و وطن اجرا کرده، در راه برقرارسازی ساخت انسانی، به اعتدال آوردن وضعیت، به ضرر گردانیدن گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی و دیگر عنصرهای جنایتکار، یعنی تأمین نمودن ولایت قانون و صلح و ثبات در کشور، سهمی واقعاً تاریخی گذاشت. در این راه هزاران نفر افسران و سربازان ما قهرمانی و فداکاری نشان داده به خاطر برقرارسازی ساخت انسانی، تأمین نمودن ولایت قانون، صلح و آرامش، ثبات سیاسی و وحدت ملی جان خود را قربان کردند. اگر آن فرزندان صادق وطن جانیساری نمی کردند، ما شما به این روزها نمی رسیدیم. حکومت تاجیکستان و مردم سپاسگزار تاجیک خاطره نیک آن جوانمردان را هرگز فراموش نمی کنند و خدمت‌های تاریخی فرزندان دلیر و شجاع خود را پاس می دارند. امروز ما می توانیم با افتخار و قناعتمندی ابراز نماییم که افسران و سربازان قواهای مسلح از بسیار امتحان و آزمایش‌های سخت و سنگین با سری بلند گذشته، رسالت خدمتی و کسبی خود را با شرفانه اجرا کردند و ارتش ملی 29 سال پیش تأسیس داده ما حالا به یک ساختار واقعاً با اعتماد و منظم و مواصل دولت صاحب استقلال تاجیکستان تبدیل یافته است. من چندین مراتبه در ملاقات و آخری‌ها تکرار به تکرار به یاد می‌آورم تاریخ تأسیس قوای مسلح جمهوری تاجیکستان. به یادتان است که ما وزیر را از شهروندی خارجی تعیین کردیم، نداشتیم. یک افسر نداشتیم. خود قضاوت کنید که ما وقتی افسر نداشتیم در سالهای 93 آن سربازان اولینی که دعوت کردیم به صف قوای مسلح مملکت، یگان مکتب و مؤسسه انشاءات نظامی نداشتیم، تعلیم و تدریس نبود. یکی جانیساری کردن در تگ یک خیمه در فرودگاه عینی همگی 4 روز 5 روز درس میگذاشتند. امروز وقتی ورق گردان میکنیم و به یاد میاریم، پیش نظر میاریم، کس در حیرت میماند. یگان ساختار نداشتیم. با ما میراث از سابق اتحادیه یگان چی با میراث ماندگی نبود. حتی یک کمان چوبی، یک انشاءات نبود. حالا شکر میگویم، من ببینم سیماهای شما را بسیار خرسند میشم. من اون روزها با یادم میاد و هیچگاه فراموش نمیکنم. لیکن باز در شرایط بسیار حساس جامعه جهانی و امروز از سالهای 90 در اوضاع جامعه جهانی خطرناک است، خطرزا است برای امنیت و تنظیم آرامی بسیار کشورهای دنیا، از آن جمله برای ما منطقه. سال گذشته به تاریخ دولتداری نوین تاجیکان همچون یکی از سالهای فراموش نشونده وارد گردید. مردم شریف تاجیکستان 30 سالگی استقلال دولتی وطن محبوبی خود را با افتخار از وطن آباد و صاحب اختیار خود و در فضای صلح و ثبات کامل تجلیل نمودند.
واقعا حفظ استقلال و آزادی دولت و رسیدن به چنین جشنهای بزرگ پیش از همه نتیجه خدمت صادقانه و وطن دوستانه جزو تامهای ارتش ملی، دیگر ساختارهای نظامی و کارمندان مقامات حفظ حقوق کشور می باشد. اگر ما قوای مسلح نداشته باشیم، ارتش ملی نباشد، دیگر ساختار و مقامات های حفظ حقوق نداشته باشد، ما دولت داری کرده نمیتوانیم، ما ولایت قانون را تامین کرده نمیتوانیم، امنیت شهروندان را تامین کرده نمیتوانیم. یگان نقشه و عمل نیکی ما، یگان برنامه در دولت عملی کرده نمیشود. پیش از همه امنیت تامین امنیت ملی، صلح و ثبات کامل در کار. به خاطر استقبال سزاوار جشن مقدس ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان، علاوه به ساختمان و از نوسازی 244 بناهای تعینات خدمتی، تعلیمی و اجتماعی و خدمت رسانی در قسم واحدهای حربی و جزو تامهای تنها وزارت مدافعه به انجام رسانیده شده، طی سالهای 2020 و 2021 باز 186 انشاءات ساخته به استفاده داده شد. این برای تنها یک ساختار. در دام سالهای استقلالیت دولتی 2800 نفر افسران و سربازان قوای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق برای شجاعت و جسارت و خدمت صادقانه با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های عالی حربی سرفراز گردانیده شدند. با در نظر داشت وضع مرکب و پیشگویی نشونده منطقه و جهان امروزه و طرف شدت گرفتنش تهدید و خطرهای معاصر از جمله تروریسم و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، سلاح، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی، همچنین دسترسی گروه‌های تروریستی به یراق و اسلحه معاصر، حکومت مملکت برای بلند برداشتن سطح آماده باشی جنگی قوای مسلح و تقویت بخشیدن اقتدار مدافعوی کشورمان تمام تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. در این روند ما به مهیا نمودن شرایط ضروری برای خدمت و زندگی خدمتچیان حربی، همچنین بلند برداشتن سطح حفظ اجتماعی آنها اهمیت اولین درجه میدیم. طی دوران استقلالیت برای جزو تامهای قواهای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق در مجموع 2500 انشاءات و بناها بنیاد گردیده‌اند. این آنچه که گفتم از صفر شروع کردیم. برای همه این مبلغ در کار 2500 قابل ذکر است که در نتیجه بنیاد کردن و به استفاده سپاریدن انشاءات ذکر شده، حالا شرایط خدمت و زندگی خدمتچیان حربی در مقایسه با سالهای اولی تأسیس قواهای مسلح به مراتب بهتر گردیده است. خودتان مقایسه میکنید، فرق میکنند. فرق میکنند. بعضا مشکلات پرابلم های دیگر است، این زینه به زینه سال به سال حل و فصل خودش را می‌یابد. من در نظر دارم پیش از همه این معاش وظیفوی یا خدمتی میشود. اگر ما امنیت، اینجا آرامی را، ثبات سیاسی را تامین کنیم، اقتصادیات رشد میکند. اقتصادیات رشد کرد، بیشتر درآمد به بودجه دولت وارد میگردد و حصه جدا کنی بس ها بیشتر بشه. وترانا خوب در یاد دارم و آنهایی که سالهای اول خدمت کردن که اعضای حکومت 27 سامان معاش میگیرد. 7 سامانی نفقه بود. عموما در 4 سال اول کسی مزد مهنت نگفته است. نپرسیده است، از من سوال نداده است برای چی برق نیست، برای چی گاز نیست،
برای چی نفقه نیست، معاش نیست. همه در وهم جان بودن، آیا ما زنده میمانیم یا نه؟ همه در وهم یک بریدنام بودن که فرزندانشان را با اقلا وی نباشد با شکمشان سیر کنند. گرسنه بودن، وهم جان بود که تیجه آرامی زندگی کنند، زنده مانند، فرزندانشان را از دست ندهند. درست پیش یک چند افسران را قبول کردن برای تعیینات وظیفه‌های گوناگون. از یکی افسر زینه پایانه پرسیدم که حالا معاش چند میگیری به دست؟ جناب عالی 7,500. خب این بد نیست در شرایط امروزه، کم است، یکی بد نیست. ما اکنون دولت بنیاد کرده ایستادیم، اکنون دولت بنیاد کرده ایستادیم، 1001 مشکلات داریم. یک بار همه این را رفع کردن بسیار مشکل است. من باوری کامل دارم که در یک جایگی ما از همه مهم مشکل ها را پسی سر کردیم. ملت تاجیک را سرجم نمودیم. سنگین ترین سخت ترین حیات ملت تاجیک را پسی سر کردیم. دولت جوان تاجیکان را از نیستی رها بخشیدیم. ملت را از پراکندگی امین نگاه داشت. علاوه بر این در زمان استقلال زیاده از 3,500 عائله خدمتچیان حربی قوای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق با منزل استقامت خدمتی و قطعه‌های زمین برای ساختمان خانه تامین کرده شدند و این کار در آینده نیز ادامه می‌یابد. ما نقشه‌های خوبی داریم، سال به سال زینه و زینه این مسئله را نیز حل و فصل می‌کنیم. حکومت مملکت با مسئله تأمینات مادی و دستگیری اجتماعی خدمتچیان حربی قوای مسلح و مقامات حفظ حقوق اعتبار اولین درجه می‌دهد. با این مقصد از 1 ژانویه سال 2022 معاش عملکننده خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق 25% زیاد کرده شد. حکومت مملکت دستگیری مالیوی و اجتماعی خدمتچیان حربی را در آینده نیز ادامه داده برای بهتر گردانیدن شرایط خدمت و زندگی هیئت شخصی جزو تام‌های نظامی، بلند برداشتن سطح تأمینات اجتماعی، نوسازی تکنیکی و مجهزگردانی قواهای مسلح و با همین راه پرزور نمودن اقتدار مدافعی کشور همه چاره‌های ضروری را عملی می‌گرداند. در تشکیل مدافع دولت علاوه بر زمینه مساعد و معاصر مادی و تکنیکی و انفراستراکچور زمانوی، اینچنین نقش کادرهای بلند اختصاص حربی و صادق به خلق وطن خود بسیار مهم میباشد. حالا زیاده از 80% افسرانی که در صف قواهای مسلح خدمت میکنند ختم کردگان دانشکده‌ها و اکادمی‌های حربی میباشند. تا امروز ما در مؤسسه‌های تحصیلات عالی حربی داخل و خارج از کشور زیاده از 24,000 نفر متخصصان نظامی را آماده کردیم و حالا 8,000 نفر جوانان ما در چنین مؤسسه‌ها تحصیل کرده ایستاده‌اند. در رابطه با این تاکید می‌سازم که مسئله انتخاب و جابجاگذاری کادرها، تربیت افسران جوان، بلند برداشتن سطح کسبیت آنها و در روحیه وطن دوستی و وطن پروری تربیت نمودن هیئت شخصی باید تحت توجه اولین درجه و دائمی هیئت فرماندهی قواهای مسلح، رهبران مقامات حفظ حقوق و مؤسسه‌های تحصیلات عالی حربی قرار داشته باشد. افسرانی که اگر معلومات را 30 سال پیش گرفته باشند علاقه این معلومات این کسبیت را باز آموزی کردند با در نظر داشتی سرعت کیهانی پیشرفت علم و تکنیک و تکنولوژی حاضر زمان. حتی یراق اسلحه
واسطه‌های علاقه، تکنیک‌های حربی دیگر. زبان را آموخته نمانده کن. زبان‌های خارجی را از خود کرده مانده کن. تمام یراق اصلی ما استحصال نمی‌کنیم. تکنیک‌های حربی همه از خارج است. استفاده برای آنها را نیست. نمی‌خونه؟ اگر زبان را ندانیم، اگر معلوماتی که سطحی بلندی کسبی نداشته باشیم، چگونه استفاده می‌بریم؟ یعنی افسر سطح بلندی معرفت‌ناکی باید داشته باشد. آداب اخلاقی حمیده داشته باشد. اراده مستحکم داشته باشد که هیئت شخصی را تربیت کند و در حالت ضروری از خفای خودش به پیش برد. در این روز ضرور است که طلبات نسبت به افسران را پرزور نموده به گذرانیدن مشغولیت‌های آموزشی و عملی، بلند برداشتن سطح کسبیت، دانش و جهانبینی، زباندانی، آداب معاشره و آب و تاب معنوی و جسمانی افسران و سربازان اعتبار اولین درجه داده شد. فراموش نباید کرد که سطح آماده باشی جنگ قوای مسلح از تعلیم و تربیت ثمره بخش و درستی افسران و سربازان، رعایت طلبات آیین‌نامه‌های عمومی حربی و انتظام قطعی منتظم تکمیل دادن دانش‌های سیاسی و نظامی با در نظر داشت واقعیت و طلبات روز و اینچنین حس بلندی وطن دوستی و صداقت خدمتچیان حربی وابستگی مستقیم دارد. حاضرین محترم، وضعیت منطقه و جهان امروزه که خصوصاً وقت‌های آخر زود تغییر یابنده، پیشگویی نشونده و پر از رویداد و حالت‌های غیر چشم‌انداز گردیده است، از هیئت شخصی قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق آماده باشی دائمی جنگی و دانش و ملکه بلند کسبی را تقاضا می‌نماید. در برابر این عملهای مدهش تروریستی که در کشورهای آرام و آسوده رخ داده ایستادند نشان می‌دهد که هر گونه دولت صرف نظر از سطح انکشاف و اقتدار می‌تواند در یک مدت کوتاه زیر تأثیر رویه و تشکیلات‌های تروریستی و افراطگرایی آسیب پذیر گردد. ما واضحاً مشاهده می‌کنیم که ناآرام ساختن وضعیت از جانب چنین گروه و رویه‌ها چگونه نتیجه‌های خرابی‌آور آورده باعث هلاکت هزارها نفر اهالی آسایشته می‌گردد. در یک مرحله کوتاه بینید در سابق اتحاد شوروی چه حادثه شد در بعض از جمهوری‌ها شاهد هستیم. جمهوری قزاقستان یک کشوری پیشرفته ترقی کرده. چه حادثه روی داد؟ اساسش را رویه‌های اکستریمیستی تروریستی تشکیل. همون بدبختی‌هایی که سالهای 90 در ما سر زده بود. اگر اعتبار داده باشند، من دائما در سخنرانی‌های خود میگم که ما کوشش کنیم در غفلت نمانیم. من در پیامم در بسیار ملاقات‌هایی که با شما داشتم تاکید میکنم تکرار به تکرار خطری که برای تاجیکستان، برای آسیای مرکزی امروز و آینده دارد، این انا همون حزب و حرکت‌های رادیکالی دینی اکستریمیستی است. خرافات است. وقتی حرکت‌های تروریستی دولت اسلامی در سوریه عراق پیدا شدند، از کشورهای سابق شوروی هزارها نفر بعد یک ماه رفته شامل گشتند. من همیشه به روزی گذشته یک عائله را از سرحد ترکیه و سوریه دستگیر کردن، گردانده آوردن از ناحیه اسپیتامین. اهل عائله‌اش خطی برآمده رفته است با فرزندها. هزاران نفر شهروندان ما رفته شامل گشتند تا کودک گهوارگیش گرفته رفته. هزاران نفر هر هفته 10 نفر آنهایی که به حزب و حرکت‌های تروریستی شامل گشتند از داخل و خارج کشور دستگیر شده ایستادند. من برای معلومات شما گفته ایستادم که ما فکر نکنیم که خب ما وای کردیم صلح به دست آوردیم وحدت ملی اکم وظیفه فونکسیون را اجرا کردیم میتوانیم وای کنیم. نه، برعکس
برعکس این سلو وحدت و این استقلالیت را با تمام قوه و با تمام مهارت کسبی با دندانام محافظت کرده امنیت را تامین کرده مدکر. افسوس که بعضا آیلا بعضا آنهایی که سطح پستی معرفت ناکی دارند و خرافات داده شدن عاقبت را فکر نمی کنند. خرافات آینده بدبختی میاره برای ملت، برای دولت، پیشرفت و ترقات دولت را مانع ایجاد میکند. تفریقه اندازی میشود در بین مردم، در بین ملت تاجیک. به یگان جا نمیبرد، به یگان نیکی نمیبرد. برای همین هم باز از تربیه کردن کادرهای جوان، متخصصان باز آموزی کنیم، کادرهای جوان را تربیه کنیم، تمامی ساحه‌ها علم آموزیم، دانش آموزیم، وطن خود ما صدقاً دوست داریم. شکر کنیم که ما تاجیکا، ما شما وطن داریم، دولت داریم، برابر کشورهای ابدقدرت اعضای کل سازمانهای بین المللی هستیم و برابر آنها یک آواز داریم. و تاجیکان را این روز در دنیا اعتراف کردند، احترام کردند، پیشنهاد و تکلیف آن را قبول کردند و این روز در جامعه بین المللی عملی شده ساده است. صاحب دولت بودن، صاحب وطنی آزاد بودن نه هر یک ملت را نصیب بگرداند. ما خود به خود سوال کنیم که من چه خدمتی کردم برای آبادی و پیشرفتی وطن عزیز خود، برای نسل‌های آینده خود، برای فرزندانم، برای نبیره‌هایم چه خدمت کردم که آنها آسایشته زندگی کنند، عمر به سر برند. دور اندیشه کرده مدکر. ما دائما در سخنرانی‌ها قید می‌کنیم تاریخ گواه است. ملت تاجیک ملت فرهنگی است. تاریخ و تمدنی باستانی دارد. سر از 5,500 سال. این تاریخی دلیل قدیمه بودن ملت تاجیک است. این را من قبول نکردم. این را عالمان سطح بین المللی خب زیاده از 5-6 سال کار کرده در یونسکو قرار قبول کرده. نوروز قریب جشن 6,000 ساله ماه شما است. پس اجدادای ماه شما ملت تاجیک خب اینقدر تاریخ و تمدن قدیمت داشته باشد، شهرساز و شهردار بودن، بسیار علم و دیگر چیزها را پیشرفته گردانیدن، تمدن ساز و تمدن آفر بودن، چرا امروز ما نسل‌های امروزه گوییم که نسل‌های اجدادای گذشته خود این تشبس‌های نیک یا که این تجربه بای تاریخی را ادامه ندهیم، شاهبی نکنیم، تنها فکر اگر همین روزا کنیم ما غلط میکنیم. بینه قهرمانای گذشته ما را تاریخ خانه بینیم چیکار کردن. اهل زیای گذشته ما را، بزرگای گذشته ما را بینید چی ایجاد کردن، در کدام زمان چقدر اثرهای عالم شمول آفریدن که تا امروز ما شما افتخار میکنیم، میخوانیم، تعلیم میدیم، افتخار میکنیم. بار دیگر تاکید میکنم در چی حالت نباشد شما نظامی هستید، سوگند یاد کردید، ملت تاجیک با امید شماست، افتخار میکند که ما قوه های مسلح داریم، ما ارتش ملی داریم، ما حامیان وطن داریم، حمایتگر داریم. امنیت ما را تامین میکند، بی‌خطری ما را تامین میکند. هیچگاه در هیچ حالت خیانت به ملت، دولت، وطن خود نکنید. هیچگاه. در مرحله حساس امروزه به نهایت از هر وقت دیگر هوشیار بودن ماندکار، زیرک بودن ماندکار، حس بلندی ملی داشتن ماندکار، حس بلندی وطن دوستی و وطن پرستی داشتن ماندکار، تحمل پذیر بودن دکار، دست یکدیگر را در لحظه‌های وزمین گرفتن دکار، کمک کردن دکار یکدیگر را. در چنین شرایط هر یک خدمتچی حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق عهده‌دار است که
با اجرای وظیفه خود با حس بلندی وطن دوستی و وطن پروری مناسبت کرده برای تامین نبودن امنیت وطن عزیزمان، پایداری صلح و ثبات، زندگی آسوده مردم کشور و حفظ منفعت‌های ملی و دولتی همیشه آماده و زیرک و هوشیار باشد. در شرایط تحولات امروزه در برابر آماده باشی بلند جنگی قوای مسلح و مقامات حفظ حقوق، مسائل وابسته به تشکیل باصفت چاره‌بینی‌های سفربری و آمادگی ساختارهای مدافع حدودی باید تحت توجه دائمی و جدی مقامات مرکزی و محلی حاکمیت دولتی قرار داده شود. ما نکم از 300,000 باید قوهای سفربری را آماده کنیم به سطح درجه بلند. به سطح درجه بلند. تنها برای یک نمایشگاهی نیست. خود جایگیر شوی جغرافی تاجیکستان همین را طلب می‌کند. همیشه به روزها باور دارم که خدمتچیان حربی قوای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت وظیفه با شرف و مقدس خود حمایت وطن محبوبمان، زندگی آسایشته و زحمت سازنده مردم تاجیکستان را بد نیست سربلندانه با نظام قوی، دانش و ملکه معاصر و مهمتر از همه با رویه بلند وطن دوستی، صداقت به دولت، وطن و خلق خویش اجرا می‌نمایند. ما با افسران و سربازان دلیر و جسور قواهای مسلح دولت صاحب استقلال خود که فرزندان ملت صاحب معرفت و تمدنساز و آبادگر و سازنده تاجیک می باشند افتخار میکنیم. ما از سهمی بسا ارزشمندی هیئت شخصی قواهای مسلح، کارمندان مقامات حفظ حقوق و سابقه داران در حمایه استقلال و آزادی وطن و دستاوردهای بزرگ و تاریخی خلقمان، صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، حفظ مرزهای مقدس دولت تاجیکان، تأمین امنیت دولت و خلق تاجیکستان همیشه سپاسگزاریم. سال آینده ما 30 سالگی تأسیس یابی قواهای مسلح مملکت را جشن میگیریم. از حالا آمادگی دیدن نکن. ما امسال در روزهای جشن استقلالیت میدان استقلالیت را به استفاده میدیم. من باوری کامل دارم اولی پرد نظامی با افتخار جشن استقلالیت دولتی در این میدان آزاد و استقلالیت در سطح باشکوه بلند گذرانده می شود. سلامت باشید. بار دیگر تمام هیئت شخصی قواهای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق و سابقه داران را به افتخار 29 سالگی تأسیسی قواهای مسلح صمیمانه تبریک گفته با هر یکی آنها پیش از همه سلامتی و در راه حفظ وطن اراده قوی، روح متین و برار و کامیابی ها آرزو می نمایم. جشن مبارک حامیان غیور و جسور وطن.